سرم درد میکنه کو مادرم، تو دست خود بگیر با سرم، تو دست خود بگیر و نداره که بلکن خوب شود درد سرم. خیلی کجی کجی؟ بله بابا. همچنین خیب شدن چی فایده داره؟ میگو وقتی برو کمک کنون خانواده بیاره. آخه مادر ما صبح به شما نگفتن که ما به سر همسایه نون پخته داره دیگه میگه درک نیه. پس بیا برو سکو پول میدم بیا برو یک اندونی بستو بخی. نونی اندونه برون بستنو بابا، به نون اندونه هم میشه، اما به 20 کیلو اندونه ما و شما سیر نمیشه. خوبه بابا خوبه. بیا میدی بابا بدیم پول. آمه یم 100 ریپه. به 100 ریپه بابا میدم. هاش نمیدم برو. یا 10 ریپه بیشتر خوش یا 10 ریپه کمتر برو. سکو این نونه که بستوندی بری بخونه نونم خونه بر داری بیاریه. خوبه مادر ما به سر همسایه هم میرم از سر همسایه خب میگو نونم بستو بردا بیار بده دیگه. خوبه بابا خوبه. زودی بیای دیگه. خوبه. اصلا چرا خود تمالا بستو؟ امینا که غیق نمیکشن. خوبه بابا. بده. زودی دیگه. کجی؟ بله بابا. سکو این دونه سرخی باشه با این دونه سفیدی نسلی نیاری. خوبه بابا این دونه سرخ شیرین قنده بیستنو میارم. کجی؟ بله. تور بزی نده مرتکه دیگه. نه. دوست دارم همیشه عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه. بچه کجی؟ وای بفرمایی. چه کاره؟ تو ای برای چی میایی؟ این پیار ما پول دادم گفتن برو این دونی بستو عوض این دونه کردم. رنگ تو پیار تو به گرشه. شری؟ تو دیشب ندیدی به تا فیسبوس چی نوشته بیدک؟ نه ما فیسبوس نداریم. نوشته بیدک که این دونه مرض پرغاز آماده. هر کس که این دونه بخوره به زودترین فرصت مگرم برای زیارت سلام کنه. هرسته کی میگی؟ گردن ما بند باشه که ما فور فیسون و مسوات خو. آخه ما بالی عدی ساده داری پپیل دادم باش میرم پاپولاخ میستم. خب برو جو سه چرخ بستاده ایر بده برو منجا بند زمین میبره با این میفروشه. او متکه خبر نداره میبره میفروشه با یک مسلمون دیگه میشه. حالی میگی چه کار کنم؟ من ایر ببرم بندازم به تاجو. به تاجو هم نمیندازم میفهمی چه کار میکنم؟ چه کار میکنی؟ ایر میبرم با منجا قرارم تا یک پال شیلی میندازم که کوخک خای بیای بخوره. بفهمیده که حداقل کوخک خا زمین بکشه. اگه به جیای بندازم یک مسلمان بالا میکشه میخوره. به پیار خود چی بگم؟ با پیار خوب بگو اگه می که بری به قبرستون که برو من دونه دیگه بخرم. خوبه گله. میگی؟ توی ببری بندازی کوخک خا. آنه کوخک خا میخوره میبره پرتای میدم من. خوبه. بفهمیدی؟ یا او زمین به کار یعنی میبرم پشت از او پال میندازم. به جای بلا دیگه نخری این دونه. نه نمیخوام. برو آرام برو. یعنی مرض پرغاز داره. مرض پر هم بخوری پیار تو چپایه. پیار تو کسندی هم بالایه. هم بخوره چپایه. این لگبا تو نخوری. نه من مرض بخورم این دونه میخورم. خودی تو آدم شادی با میشه. نه بابا من پیار من بگفته که این دونه نخوری. خوبه. یکی این دونه پیار مگو نخوری یکی مرگ موش. خوبه. مرگ موش هم آدم میکشه. میکه بخوری. نه دیگه نخوری این دونه خوبه. نه نمیخرم.
بیا که تور ببرم با بدن تور تبدیل کنم با بدن بعد بیلو کی کجیر بچی ماما نوروز بیاقلیم من میگم من بیاقلیم 16 تخت کم دارم گردایم من باشی از 100 پیسات از 100 تخت بیشتر کم دارم داره میبرم اندونه میزنم با بدن میزنم که واقعی انرژی بگیرم مقفی آنی گرداره و بعد باشه چه خواه به کیسی می وای 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 10 تا ماه مر سر کلمه شیره با ماله 10 تا ماه سر مرد بکلی کاج چرب کنه ایزی کو نه خبر قال حکر بوده بیا خو اگه به بدویی از این کخ که بیری شو باور کو تو حال کو سفیده با که شیرینه شاد نشه قند بره شیرینه تو من از پرغاز میگیره کشی دبلک شدم به نام خدا یار 6 کیلو 7 کیلو اندونی بود 5 دقیقه میجا سر خود بگذارم که کمک دم بشینه
شاد شدم نونم نه آوردم اشته کن. الله آخی سیکو گوشی من پول ندار که من بزی زنگ زنم اشته کن. کجی زنگ زدی؟ بله کجی چنون نمیاریم به من؟ پرغاز گرفته؟ چی پرغاز گرفته؟ اندونه پرغاز گرفته؟ ولی هیچ مرگی نیه با خونه که به من بردار بیاری. ما بیام به خونه بیایم با مبارک باشه. اما بابا پس برون به خونه برو. اشته کن. خیلی در بابا پس برو به خونه رو. کجی چی رقم بدم این مسئله که بتم بابا این دونه راسته چرا خواب بستونم میامدم که بیام به پیشم نونم برم بستونم بیام به پیشم این لگمر به تارا بدی گو تک تفش پسکا که بقیشتن که این دونه مرست پر قد داره اگر که بخوره میمون گیلک گو بر تو ترگب دادون نوش جان کرده وقت نیه بابا گفت تگمه بدیدون تفش پسکا قدیشته بیدن یک برین در سانانو بیا برای چه کار کنه او این دونه ببرته گو تگمه میبرن تا یک پلواشی یک برین در سرای ترگب دادن نونر بستونن وقت بخوردن بیاین بابا بیاین بابا واکو میگو بله تو شرم حیا نداری چرا مامونم رو ایشه چرا مونه روز بازم تمامش هم روی دن نوت کم سیو سدن تو هم داخل دن تو میده شمیجی چرا تو شم این دونشته مرز پرغاز داره که تو با چی میگه فنگ میگی به بچه شما ها به بچه شما چی گفتون گفتی که این دونه مرز پرغاز داره و چکار فلان ببرید تا از اینو بخوردی ما ها نگو کم روی دن نوت میزنم گردنم بند باشه ماما نوروزه که من دروغ بگم بچه شما بیامد اگه تکمه چون به تا فیسبوسکا بشنیدم من اونو برای شما بچه خود بیاریم بپرسیم از او چرا دروغ میگی؟ تو نگفتی که به تفیس پوسکام چون بخیشتن این دونه مرز پرغاز داره خب من نوشته بیدم نگو تو خجالت نمیکشید از این قیافه خوب که تو چه نازن حساب گپ میدی که نونه رو میستی که مرز پرغاز داره و چکار فلان من تو میگه من بچه‌ام من نمیفهمم که وقت به تاش شکم خب من به تا فیسبوسکا دیدم ماما نوروز تو اشتباه کردی که نانی مگو تک اینجا نوشته نانی مگو این دونه پر از مرغاز گرفته خود تو چند سواد داری که نانی تو سواد داشته باشه نانی ما دو سنف دیر خلاص کرد بردانم ببند میزنم گیلک میتونم روی نون تا میزنم با میته چه کاره مامونه بود؟ اشته چه کاره؟ چی گفته؟ ماما جو همه برو را خوی نصیحت کنیم ما به دست این بچه خود ساعتی به پیل دادن که برو اگه نونگاه که بسو بیار که برو چاش نون خوریم به سهرها خود بچه من گفت داده گفته که این دونه مرد پرغاز داره چکار فلان غرا ورفته تا سهرها نوش جان کرده بیتی که من میفهمم یعنی این دونر بخورده؟ بالیا اپیش ازی؟ اپیش ازی من اپیشنگی جزوف کردم چی کردی این دونر؟ این دونر ببردم تا به زمینه پلتا کردم که کوخا بخوره کوخا بمونه که مردم نخورن که چیزه حالا این دونه اینا به تا زمینا پرتوه؟ به کدی زمینا؟ به می جایی که تو میگی؟ به تا گندمه؟ ها بیا که بری بیا بری این دونه نانی مگو بیا که بری ماما نوروز جنجال به درد نمیخوره چی به درد میخوره وقتی خاطر صدری به شما میاییم به درد سرا قیقدات میکشی 4 تا همسایه هم سر میاره کاکا جو من به قان صدیپه ندارم پیاره خدا چیر داره؟ من اونجا اپیشنگی ما بمرم
خو اگه این شما خجالت نمیکشه از این قیافه خب خو شما میفهمین که سادی بخورده اگه بخورده یا پرتو که در کربه که ارزش نداره دیگه بم 100 روپیه ارزش داره اگه ملال امین دونی عجیل خورده باشون گوشت سرخ کرده شه به شکم لالا کجا بتکده برو نمه کجا؟ بانه بسنیم پلا خود تاون خود بابا داری پدگم بسونی به سر داری دیگه به یک وجبی خواهم بگین که خودی از این که میفهمین سادی خودی از این دیگه نکرده دوباره با بیایم بگیم این خود مرگب میده تو عراتی شده این خود مرگب میده بچه شما هم یک سوال میگیری بابا عراتی شده میگه خط کن تو بیا که با تو بگم بیا ما به من میگم این دونه مرد فرقاب داره اگه پیار تو بخوره خاک به زبون تو میمونه ماما نبرو دروغ میگه خود مرگب میده دروغ میگه بابا یاره ماما نوروز به حق خوب رسیدیم بره دیگه تو نبینو یاره دیگه بچه یک وجبی خورم بگین که برای نه برو خورید نصیحت کن برار مکو میفهمین سادی بچه هوشیار خور شما همه تا نصیحت گفته ساده که ساده کیار کردن